مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ماه سال 2023 از آشکار شدن چند مورد قلابی به مبلغ قریب 1.5 میلیون سومانی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 39 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2020 مرد 37 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده برای تجارت از او 750,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما تا حال مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. اینچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شد. نام برده به آن گمانبر می شود که ماه فوریه سال 2021 در نزد بیمارخانه قریه بالا با رای فریب به باوری مرد 56 ساله و برادرش مرد 53 ساله ساکن نوع واسه در آمده از آنها 238,000 سومانی گرفته وعده داده است که از محله خاوران شهر دوشنبه به آنها 6.5 سوتق زمین نزد یولگی جدا کرده می‌گوید، اما نام برده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان نام برده تکرارا ماه سال 2022 با رای فریب به باوری مرد 55 ساله ساکن نوع لخش در آمده از او 136,000 سومانی گرفته وعده داده است که برای وضعش یک عدد автомاشین تمغه لکسوس 350 را آورده می‌دهد، اما تا حال автомاشین مذکور را نداده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به زن 40 ساله ساکن شهر بوستان نیز آغاز کرده شده است. او به آن گمانبر می شود که ماه آگوست سال 2020 با رای فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او 285,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق نام برده ماه سال 2022 با رای فریب به باوری مرد 28 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او 120,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این سه دستگیر شده برای شرح این اتهامات دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی گفت اوید بین حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد.